اینجا نه هتل 5 ستاره است، نه دانشگاه و نه حتی یک کلوپ تفریحی. باور میکنی اینجا یه زندان باشه؟ بله، اینجا زندان هالدن تو نروژه. اینجا زندانی ها انگار توی دنیای دیگه‌ن. هر کدوم یه اتاق شیک و جمع و جور دارن با یخچال، تلویزیون و پنجره های بزرگ که ویو جنگل و طبیعت داره. اونم بدون حتی یه دونه میله. انگار داری توی اقامتگاه باحال استراحت میکنی، نه تو زندان. حالا فکر کن به جای تنبیه و حبس اینا دارن چیکار میکنن؟ کلاس آشپزی میرن، موسیقی میزنن، با تکنولوژی های جدید کار میکنن و حتی ورزش های باحالی هم انجام میدن. چون اینجا هدفشون اینه که آدما رو برای یه زندگی بهتر آماده کنن، نه اینکه اونا رو بشکنن و له کنن. نگهبانای این زندان حتی یه اسلحه هم دستشون نمیگیرن، چون اونا به یه چیز مهم اعتقاد دارن. اعتماد از زور و اجبار خیلی قوی تره. طبق آمار فقط 18% از کسایی که اینجا بودن دوباره مرتکب جرم میشن. یعنی خیلیا بعد از اینجا مسیر زندگیشون کلاً عوض میشه و جرم رو میذارن کنار. دارم به این فکر میکنم که این زندانی ها زندگیشون از زندگی خیلی از ما بالاتره. تو دوست داشتی با کدوم رفیقت تو این زندان بودی؟ تگش کن. ممنون میشم. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنی و پاد چیز رو دنبال کن.